سلام دوستان، من علی سروش هستم، فعال در حوزه کسب و کار و کارآفرینی. تقریبا 14 سال هستش که کسب و کار خودم رو راه انداختم و تو این سالها کمک کردم که کسب و کارهای دیگه ای راه بیفته. منتور بودم، دبیر انواع استارتاپ های مختلف بودم، در پارک های علم و فناوری مختلف فعال بودم و امروز میخوام در مورد موفقیت با شما صحبت کنم، کلمه بسیار کلیدی و جذاب که همه ما دنبالش هستیم. در این مورد کتاب‌های زیادی نوشته شده، خیلی افراد از این کلمه تونستن پول‌های زیادی به دست بیارن و عملاً همه ما دنبال این هستیم که در زندگیمون موفق باشیم. من امروز میخوام تجربه چندی ساله خودم رو در حوزه کسب و کار به شما ارائه کنم و بگم خدمتتون که موفقیت چطور میتونه به دست بیاد و چه عواملی به صورت پرکتیکال و عملی در رسیدن به موفقیت مؤثره. ببینید، اون چیزی که من حالا از طریق مطالعه چندین کتاب و همچنین در حوزه کسب و کار بهش رسیدم و همچنین خودم خیلی علاقه‌مند هستم به مطالعه زندگی‌نامه افراد موفق و این رو هم به شما توصیه میکنم. یه نکته که اینجا وجود داره، متاسفانه خیلی افرادی که موفق هستند علت اصلی موفقیتشون رو نمیان بیان بکنن. به طور مثال وقتی به یک فوتبالیست بگی که چطور موفق شدی، میگه من از زمین‌های خاکی شروع کردم، خیلی تلاش کردم، خیلی جنگیدم، سختی کشیدم، رو پای خودم وایسادم و موفق شدم. یا وقتی به یک پزشک بگی شما چطور موفق شدی، اونم همینطور میگه من خیلی درس خوندم، سالها نمیدونم با نور چراغ خیلی ضعیفی نشستم، با نور شمع درس خوندم، تلاش کردم، موفق شدم، کنکور دادم، موفق شدم. تو حوزه کسب و کار همینطور، و هر کی صحبت کنی میگه من 10 بار شکست خوردم، زمین خوردم، مایوس نشدم و موفق شدم. ولی تجربه من میگه که افراد موفق نمیان علت واقعی موفقیتشون رو به کسی بگن. اکثرا سعی میکنن بگن که ما شکست خوردیم، ما سخت کوش بودیم، ما استعداد داشتیم و جملات انگیزشی که کمک میکنه که یه نفر انگیزه بگیره و اون هم بیاد تو اون مسیر و موفق بشه. درسته، همه این عوامل مهمه، این که شما سخت کوش باشی، شکست بخوری، سالها تلاش بکنی، خوش شانس باشی، اینا همه میتونه درگیر باشه. ولی من امروز میخوام در مورد یک علت کلیدی موفقیت با شما صحبت بکنم که شاید خیلی از افراد اصلا به اون اشاره نمیکنن و اون هم افرادی هستش که دور و بر افراد موفق هستن و اون فرد رو هل میدن به سمت موفقیت و براشون خیلی مهمه که اون فرد موفق بشه. به طور مثال شما یک بازیگر رو در نظر بگیرید که چهره خیلی خوبی داره، صدای خوبی داره و در سینما موفق شده. وقتی دنبال این هستی که ببینید چه چیزی باعث موفقیت این شده، خیلی ها میگن خب این چهره خیلی خوبی داشته و خب یه چیز طبیعیه که تو سینما موفق بشه. میگیم مثلا بازی خوبی نداره ولی چهره خوبی که داره این رو موفق کرده. ولی اگه خوب نگاه کنید افراد خیلی زیادی هستن دور و بر ما که اینها هم چهره‌های خوبی دارن ولی اینا نتونستن افراد موفقی بشن. پس چطور اون با یک چهره خوب میتونه بره تو سینما موفق بشه ولی خیلی ها حتی با چهره‌های بهتر، یا مثلا تو صنعت موسیقی میبینید یک نفر که خیلی کارش بهتر هم هست، خیلی بهتر ساز میزنه، نتونسته بره موفق بشه ولی یه نفر دیگه رفته از اون ضعیفتر، دانشجوی اون بوده، شاگرد اون بوده، رفته و کلی برند شده، موفق شده. اینجا میخوام به این نکته برسم که اون نکته کلیدی افرادی هستش که دور و بر اون فرد موفق شکل میگیرن. به طور مثال کنار یک فرد زیبا برای سینما افرادی هستن مثل تهیه کننده ها، اسپانسرها و افرادی که از رشد دادن اون فرد اینا هم دچار سود و منفعت میشن. هر چقدر که این بازیگر معروفتر بشه اینا هم چون پشت صحنه هستن و از اون موضوع سود میبرن، اینا هم جیبشون پرپولتر میشه. توی
فوتبال هم همینه، در ورزش همینه، در صنعت موسیقی همینه. حتی یک نویسنده شما میدید کتابش خیلی معروف میشه، میخونیم، شما میخونی میبینی که این همه که در موردش تعریف کردن اونقدر هم کتابش خوب نبود ولی چرا انقدر فروخته، چند میلیون فروخته؟ به خاطر اینکه اون ناشری که پشتش هست قراره اون سود ببره، برای همین اون تبلیغ میکنه، اون میبره جاهایی رو معرفی میکنه، یک سره براش کنفرانس میذاره و هول میده این فرد رو که این موفق بشه، چون موفقیتش منافع به اون طرف میرسونه. خب برای اینکه ما موفق بشیم ما باید چیکار بکنیم؟ ما هم باید همچین آدم‌هایی رو کنارمون داشته باشیم. یعنی باید تو کسب و کارهایی باشیم، جاهایی بازی بکنیم که افراد دیگه هم سود ببرن. اگه اونا سود نبرن ما تنهاییم، ما نمیتونیم هم اسپانسر خودمون باشیم، هم کارگردان باشیم، هم سرمایه گذار باشیم، هم چهره زیبایی داشته باشیم، هم متن خوبی داشته باشیم. تو هر حوزه خیلی کم هستن افرادی که بتونن همه این موضوع ها رو داشته باشن. برای همین این موضوع بسیار مهم هستش که ما بتونیم یک شبکه‌ای از افراد که اونا هم نفع میبرن از ما دور و برمون باشه. به طور مثال مثلا در حوزه کسب و کار شما یک ایده‌ای دارید که میخواید اینو تبدیل به یک محصول کنید، یا میخواید برید یک محصولی که یک شرکتی داره و داره از خارج از کشور میاره شما هم اینو تولید کنید و بفروشید. باید ببینید که وقتی شما میخواید این محصول رو ایجاد بکنید چه کسای دیگه هم میتونن درگیر بشن و کمک بکنن که شما هم موفق بشید. به طور مثال افرادی که میان تو پارک‌های علم و فناوری، تو مراکز رشد، تو مراکزی که حمایت میکنن از کسب و کارهای نوپا میان، خب خود این پارک‌ها هم دوست دارن موفق باشن، دوست دارن که رتبهشون بین پارک‌ها، بین مراکز رشد ارتقا پیدا بکنه. برای همین وقتی شما بیاید تو این مراکز رشد، تو این پارک‌ها، اونا هم به شما کمک میکنن. چرا؟ چون موفقیت شما موفقیت اونا هم هستش. یا ممکنه شما برید تو بازار بخواید یه چیزی رو، محصولی رو ارائه بکنید، اون فروشنده میخواد ببینه که چقدر سود میبره. اگه تبلیغات شما رو بزنه پشت شیشه‌اش، آیا میتونه شما رو برای آینده هم داشته باشه، محصولات دیگه داشته باشه، میتونه یک شبکه‌ای بین خودش و شما ایجاد بکنه. برای همین شما جدا از اینکه یک محصول رو یا یک خدمت رو میخواید ارائه کنید و به منفعت برسید، باید به این موضوع هم فکر بکنید که من چقدر آدم‌های دیگر رو میتونم درگیر بکنم که اونا هم کمک بکنن، منو هول بدن که من موفق بشم. ما تو زندگیمون هیچ کدوم از ما نمیتونیم ادعا بکنیم که تو یک موضوعی تنهایی موفق شدیم. به طور مثال اگه شما درس خوندید و موفق شدید، حتما یک معلمی بوده که یک جایی به شما یک مثلا کتابی داده، یه نکته‌ای گفته، یه کاری کرده، یه چیزی داده به شما که شده پاشنه آشیل. یا مثلا شما اگه بررسی بکنید تو هر موضوعی که موفق بودید یکی بالاخره دست شما رو گرفته، مثلا یه پولی به شما داده، یه کامنت خوبی به شما داده، یک انگیزه‌ای به شما داده. ممکنه بعضی هم انگیزه هاشون مالی نباشه موفقیتشون، یعنی موفق شدن شما اونا هم دنبال انگیزهای مالی نباشن. بعضی وقتا یک معلم دوست داره، افتخار میکنه که شاگردش موفق بشه. حالا بعضی از معلم ها از این موضوع به صورت مادی هم استفاده میکنن، میگن چی؟ میگن این دانش آموز من بود که رفت کنکور رتبه مثلا 2 رقمی گرفت، 1 رقمی گرفت و این براش دوباره منفعت میاره، دانش آموزهای جدید میاره. ولی خب بعضی وقتا هم خیلی ها از سر دوستی و نودوستی این کار میکنن. ولی عموما اگر شما میخواید موفق باشید باید دنبال شبکه سازی باشید، افرادی رو دور خودتون شکل بدید که اینها به شما کمک بکنن که شما هم موفق باشید. امیدوارم که این موضوعی که امروز مطرح کردم بتونه به شما کمک بکنه. سعی میکنم توی ویدیوهای دیگه از تجربیات خودم، تجربیاتی که کسب و کار، تجربیاتی که شکست خوردم، تجربیاتی که از موفقیتام به دست آوردم خدمت شما ارائه کنم و خیلی شفاف و واضح بدون پیچیدگی شما رو کمک بکنم که شما هم بتونید تو موضوعی که بهش علاقه دارید موفق باشید. خدا نگهدار.